وقتی یه یتیم بزرگترین برند لباس جهان رو میسازه. توی سن 12 سالگی مجبور شد مدرسه رو به خاطر هزینه و کمک به مادر فقیرش ول کنه. پدرش رو توی بچگی از دست داده بود و بعد از اون بارها شاهد کتک خوردن مادرش از دست طلبکارا و التماسای مادرش برای گرفتن قرض و قضای نسیه بود. جلوی طلبکارا به مادرش قول میده که یه روز اون رو مادر ثروتمندترین مرد دنیا کنه که این حرفش باعث میشه همه بهش بخندن. اول به عنوان پیک کارشو شروع میکنه ولی بعد وارد فروشگاه لباس میشه و خیاطی رو یاد میگیره. پولایی که در میآورده رو ذخیره میکرده که خودش بتونه لباس بدوزه، ولی این پولا اصلا برای خرید پارچه کافی نبودن. برای همین کارش توی فروشگاه خیاطی رو ول میکنه و تصمیم میگیره از تجربه‌هایی که به دست آورده برند لباس خودش رو تولید کنه و اینجوری پسری که هیچکس جز مادرش بهش باور نداشت با تأسیس برند زارا تبدیل به ثروتمندترین مرد اروپا شد با ثروتی بیشتر از 100 میلیارد دلار. و اینجوریه که میگن مردای واقعی همیشه به قولایی که میدن عمل میکنن. اگه قبول داری لایکو بزن، سیکوپیکو هم فالو کن تا هر روز به اطلاعات اضافه بشی.